صبح بخیر بینندگان گرامی، این بعد ما در بخش به مهمانی می رویم به دیداربینی نفری که باور داره شما او را خوب میشناسید، دوستش می‌دارید. مرا قاتل برادری خودم کردند. قاتل برادری خودم را کشتم. با دستان خودم برادری خودم را کشتم. مرا برادر کش می‌کنه. دختری که نزد پدرم اینجا اومده نیست. چرا به نزد ما اومده است؟ سحر از خوابش خسته راست به اینجا اومده است. پدرت رو خاطر کرده، تلفن امیر خاموش، دلم میگوید که در خطر است. گفته هر گونه مفصل. به کجا گم میشود یا آدم کلام؟ اکای سید بنا شما مهمون اومده. مهمون اومده است. مادر؟ دختر سلام علیکم. سرجان از شما سلامتی خوش اومدید. مرحمت کنی مرحمت رحمت. خب ما در این صبح استراحتی تصمیم گرفتیم که بر بخشی به مهمانی شما شویم. طریق تلفنی چند بار با شما در تماس شدیم، متاسفانه تلفنتون رو خاموش کرده بودید. از سبب خاموش کردن تلفنتون اینک فهمیدیم که برای چی، چون که سرگرم کار بودید. از یکی از دوستانتون بعداً تماس گرفتیم تا که دریافتیم که شما در کجا هستید. با ما گفتن که در استودیو سرگرم کار هستند. بله بسیار خوب. همون دوستی خبرکش کیه؟ نام شگرد زدیم. بسیار خواهش کردن که نام گپ نزنن که از روی مردمی است، از این خاطر مخفی. خب برای ما شما رو دریافتیم. بله. ما با همین گونه سوالی که که سعید در همین روزهای استراحتی خود را چگونه سپری میکنه؟ روزی استراحتی مرا دیدین که چه خیر است. با غیر از این کار با یک دو کار دیگه هم هست. اگر همین صنعتکار خواهد که مخلصانش از او راضی باشند عموما و دیگر او دوستدارایی که دوستش میدارن بینن، استراحت باید نداشته باشه. به فکر من استراحت برای من همون لحظه ای که همه مخلصا راضی میشوند، قرصکای زیبا میزنند یا اینکه میشود که یک رهده میگذاری میبینن بسیار میپرسن. اینمی برای من استراحت نه داریم. روزای استراحتی داریم هست. مثال یک میشود که یگانجا با دیدن یگان دوست یا اینکه با دیدن یگان بیمار که در همین زندگی بهترین کار عیادت بیمار است. همین روزا در استراحت میوام. خیلی دیگر روزاش کم بعد خدا عمری تویدارا را دراز کنه. مقصد باز هست کارهایی که به زندگی وابسته است. خیلی روز استراحت میوام. خب کسی امروز میبینم شما که در فیلم ها نیست شاهدی باز یک وی شما گردیم که سدیدی نوی شما که در فیلم ها نیست دوبلیاژ یعنی آواز میداده. خب از این هنر شما مخلصان شما گاهی بدم؟ راستی گفت مخلصا الکی اگر دروغ نشود شاید که 1.5 یا 2 سال باشد که میدانم که ما در فیلم ها در دوبلیاژ اشتراک میکنیم، یعنی آواز میدیم. مقصد از این هم یک مقصدی دارد. هر یک کار باید مقصد داشته باشه. بی مقصد نمیشه. و هنری کارگردانی هم دارم و به نزدیکی مقصد یک فیلم بسیار هم زیبا است. نامش نگم مخلصا منتظر شوند. بسیار هم همه طرفه هم جای حظ و شوخی، هم کمدینی است هم جدی. خب خدا خواهد روی صحنه میبریم. خب شما با مخلصان چی گفتنی ها داره؟ با مخلصان عزیز و عموما به کل مردم شریف تاجیکستان پیش از همه من تنصیحاتی را تمنا دارم. چون که اگر تنصیحات باشد انشاءالله که تمام کار میشود. از این خاطر برای مخلصا میخوام که خانه آباد داشته باشند، سربلندی روزگار نصیبشان باشه، تیز ما را تماشا کنند. الو آها جان نه گوش کردیسم یک کم ترک دیر شد. من همین درون شهردم. وای جان همیش رونندم بیایه روننده. خب بیایه میبیام جان. مایله ولی زدگی داخل راننده چی در کار بود؟ چی؟
burada bde. Mayli خوب. سلام علیکم. اکا نازه سوزه. تشکر ناز. اکا جان یا خدمت نمیکنی؟ مایل ما بعد زنگ میزنم مایل خوب. اکا جان یا خدمت نمیکنی؟ مایلش. ما همین وایدا یک دخترک مرا نگاه داره یک دخترک شناسه. خوب. همورا گفتم که حاضی من رانندم بیه میبیام. شما یک خدمت کنی اکا؟ چی خدمت کنی؟ همه شما راننده مرا بازی نمیکنی؟ من رئیس شوم. پیشمو دا شرمنده نشوم اکا. یه بیس. خودت میگم یکم سوم داری که بعد ما راننده تا بازی کنم خودت دارم اکا جان. داری؟ 1000 سوم دارم اکا جان. خیلی داشته باشی. 1000 سوم دارم. اکا بجان دیل ما در خدمت. اکا جان من همین 50 سوم ترا میتونم اکا جان. مایل ما در باشه مایل اکا ما جان. در خدمت. خب. چی کنم؟ هیچ اکا جان راننده من بازی کنم همین پیشش که رفتیم فرو که لبای رئیس همین گویو که من رئیس کلانم اکا جان. مرا بردا پیش هوای مون. مایل. بعد گو که من میگم یگان خدمت نیست تو گو که خدمت هست. خب. رئیس بنزین ریختن در کو. با من میبرم 50 سوم در پیش میتونم تا مایل اکا جان. اکا هم که خدمت باشه ما در خدمت تیار شد اکا جان. ما تیار در خدمت. مایلش. سلامت باشی. مایل. اکا یگان وای گالسوک نداری همین پوشم که گالسوک؟ آه. اکا همین 50 سوم را تی ما گالسوک میو. شد همه چی اکا جان بندم اخیرا رئیس شم. کاستوم تام حالش کنی؟ ها؟ کاستوم تام. بیا. ها؟ بیا. شروع اکا. اینا. ای زنده باش اکا رحمت. ما همه چی داریم. هپی. همه خیلی اکا؟ آه. اینا میگودن کاستوم پول. رئیس ده در حقیقت رئیس ده بعد مونان میشه. اینا. اکا جان این کاستین شما قیمت نیست؟ نه خیلی قیمت همینه که خیلی برای بیرودارو دریغ نمیدونیم یک کاستوم. سلامت باشه اکا جان. کمتر مایده ها هیچ گپ نداره ای سوزای میوزی همین ای چی ده سوزای خیلی. سلام علیکم. کمتر شکم درون کمتر خیلی. مایلش کمتر خیلی یوش توی بعدو خانم کنه. انا خیلی. حالا من اومدم. بیا اکا جان دیر نشم. کافو داشی. رئیس کافو میشینه. کافو میشینه. اوه رئیس کافو میشینه. ولی کجای کنه؟ شهر. خمونی. مایل گال. الو. اینا جان اومده سم رانندم نه اومد. تو در کجایی در پیش خونه تو نی؟ اما اینا جان اینا میرسم اوزی. رانندم نه اومد دارم دیر کردم بخشی. ما. اگه جان های کاری کنم. کوچه سمونی بتام. کوچه سمونی الان جای کاری کنم. السلام علیکم. نازی جان تینجی خوب سلامتی نازه. اینا راننده ای من. کم ترک دیر کرد بخشیش ها. خب جان نباشه از من 50 سومتیان. تو بنزین ریز مایلش. رئیس جان. لب بای. همی پگوی دیگه معرکه دارم. 1000 سومه دادین. مایلش؟ نه. 1000 سوم؟ 1000 سوم رئیس جان در کار ایدم پگوی معرکه دارم. 1 2 3 4 5 6 اینا تشکر رئیس جان. سلامت باشی. ما خدمت‌های خطر رئیس جان قدر میکنم. مایلش. خیلی مایل رئیس جان. مایلش. شما دا مایلش. استراحتی نخست. اوه. مایل. ولی رفتی؟ ها؟ مایلش. راه نگاه کن. راننده‌تون بچه خوب بوده یا؟ ها؟ میگم که راننده‌تون بچه خوب بوده. خیلی دوستش میدارم باشه. بهات. یگان رستوران میرین؟ رستوران؟
این روز نریم چی جان؟ خم بیاین تئاتر میریم. تئاتر؟ همین تئاتر گرم این هوا رو ببین گرم جون بو همین تئاتر خودش گرم. کجا رویم؟ بیاین شاشلیک خوری میریم توی خونه روحات. جای زورای میگن کو. شاشلی؟ همین من جلوتکم درد میکنه. معده 12 انگشتم هم کسل. میگم من شاشلیک نخور جون. من بسیار شاشلیک میخورم برای هم کسلی شدگی. میگن ضرر داره؟ ضرر داره. خیلی گوش کنه. جون. من یک پرابلم دارم. پرابلم؟ حل میکنی؟ ما در 1000 سومونک در کرای نمیتیم. چند سوم؟ 1000 سومون نمیتیم. 1000 سوم؟ اینم کاستوم دیدی؟ گالسکم دیدی؟ اینم هر دوش 1000 سوم خریدم.